بله والا من در برج مراقبت فرودگاه مهرآباد درست همون روزی که هواپیمای امام فرود اومد متولد شدم. از همون لحظه اولم فعالیتامو شروع کردم و فریادهای ضد استکباریمو همونجا سر زدم که به صورت ببخشید متولد شد. البته من پیش از انقلابم یعنی قبل از تولدم مبارزات مخفی داشتم که سابقه زندانم داشتید؟ بله داشتم، درشتش هم داشتم. قبل از انقلاب ساواک به خاطر فعالیت‌های گستردن دنبالم بود که خودم برای عادی سازی افتادم تو کار مواد مخدر و قتل و شرارت و که خوشبختانه به همین جرمم گرفتن. من نتونستنم بفهمم که من با امام کار می‌کردم و فعالیت داشتم با امام راحل. حالا ناگفته‌هایی به ذهنتون میرسه از اون 10 روز عرض شود که از 12 بهمن تا 22 بهمن که تا حالا جایی نقل نکرده باشید و الان بازگو بفرمایید برای بینندگان ما؟ 10 روز خیلی 10 روز سرنوشت سازی بود، چون امامم از یه سفر طولانی اومده بودن، خسته هم بودن. همون شب 12 بهمن مثل خرس افتادن خوابیدن، گفتن انقلاب پیروز شد منو بیدار کن. بعدم دیگه خور لاکن پف خور لاکن پف خور لاکن پف. ما هم که صحنه رو اینجوری دیدیم همینجوری رفتیم بغل امام، همونجا خوابمون بود. یاد امام بخیر. هر وقت منو میدید سرشو بر میگردوند، نگاه مخملیشو میدوخت تو چشام، میگفت دکتر بتاز. چنین عبارتی رو امام کجا به شما گفته بودن؟ وقتی سوارش بودم دیگه اینجوری میزنن ترک برمیگشت این جمله تاریخی رو بهم میگفت دکتر بتاز. منم میگن که شما تو سرپا کردن انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتی، راستشو بگو چیکار کردی؟ با سلام به راحل. سلام علیک حاج آقا. نه همشیرم، منظورم امام راحل بود. عرض کنم خدمتتون که من از همون اول که میخواستیم نظام رو سرپا کنیم، خب خلاصه آمادگیشو داشتم، آمادگی جسمیشو داشتم، خلاصه کار کرده بودم، قبلش تو اردو بودم دیگه، بدنم آماده بود، تامینات فشرده بدنی داشتیم اونجا دیگه. من یه زد بلندش کردم انقلابو در رابطه با سرپا کردن که دیگه همونجا تاندونم هم پاره شد. شما همین قسمت رو دقت کن، اینجا یکی از شیرین ترین خاطرات زندگیمه. امام که داشتن می اومدن منم همونجا سر خوردم از پلا اومدم پایین. اصلا من بچگی سر خوردن دوست داشتم. پایینم که اومدیم مراسم شیرین و خورون امام بود، شیرینی میدادم. آخ 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 اینو میذارید جیگرم هلاک میشم اینو میذارید. اینجا کنسرت امامه، کنسرت امام، جمعیت ریخته بودن کنسرت امام که گفته بودن اول براشون چی رو بخونه؟ چی؟ شازده خانومو گفته بود. شازده خانومو گفته بودن بخونن که امام اینجا گفتن من هنجرم نمیکشه، آمنه لاکن آمنه رو خوندن که منظورشون دقیقاً همین اشجت شایق خودمونه. آقا با منی؟ نه بابا، هر وقت گفتم فاطمه رجبی شما بلند شو، هر وقت گفتم جسد خودتو بنده وسط. حالا برگردیم به مقام عظما. تو زندان که گفتی از پاسبونا مواد میگرفت، حالا وقتی که آزاد شد زمان انقلاب کجا خلاصه مسئله این موادشو حل و فصل میکرد؟ هر 3-4 ساعت یه بار میرفتن یه نقطه‌ای تو کوچه های پیش در پیش که از دور قابل مشخص نباشه که فرد داره یه چیزی کاری رو دیوار انجام میده. من دارم مواد میگم، چی رو داری میگی تو؟ چندشش میشه؟ اصلا ولش کن، خیلی ریز شدی، بی تربیت. ما میرفتیم روی این نوع کوچه ها که خیلی کم پیدا میشد، جز شهرهای قدیمی مثل کاشان، قم، یه کوچه های پیش در پیچی وجود داشت که اون جایی که پیچ میخورد میتونستیم یه علامتی بزنیم. بابا گفتم ولش کن دیگه، همین شما که میذارین محیط زیست رو خراب کردین دیگه. خلاصه وسط این جنگ گرگا اگه قرار باشه مقام عظما رپتو پتو یعنی بشه، حاضری خودت رپتو پتوش کنی؟
اگر من باشم و مسئولیتی داشته باشم حتما همین کارو میکنم، چون الان من تجربم بد نیست. تجربه که خب برای همه مشخصه، تجربت خیلی زیاده، چون چشمه‌های زیادی از شما دیدیم آقای رضایی. حالا اون لحظه‌ای که داری مقام عظما رو می‌خوای رپتو پتو بکنی، احساست چیه؟ چه احساسی داری؟ فکر میکنم احساس لذت بخشی دارم. جدی میگی؟ عجب تشنه این بخونه هم دیگه. خوبه بزنین هم دیگه لتو پار کنین، قطعنامه ها حسابی انداختتون به جون هم دیگه، جر و واجرتون کرده. حالا کی میخوای عظما رو رپتو پتوش کنی؟ یعنی زیر پتوش بکنی؟ برای فردا یا پس فردا. محرمانه است دیگه. شما هم یواش، به هیچ کسی چی نگین. محرمانه است. آقا اینم یه بحث آزاد داره، این آقا هم صحبت بکن. بحث آزاد کن، بحث آزاد. تا خواستیم بفهمیم انقلاب چیه، تحریم اقتصادی شدیم. تا خواستیم به خودمون بیایم 8 سال تمام جنگ کردیم. نمیشینیم اینا رو بشمریم. 30 سال تازه رسیدیم به اینجا. اینا رو نمیگن. چرا دارم دفاع میکنم؟ هنوز اول انقلابیم. خب راست میگه دیگه این دیگه بابا. خب راست، تازه اول انقلابیم ما. نه تا بندازی بری سر وصال، بری تا میدون فردوسی، خب کلی ایستگاه اصلا دیده نمیشه میدون فردوسی. اصلا اینا شما نمیشمرین دیگه. آقا اصلا بحث آزاد یکی باید بشه مسئول شمارش، اینجوری نمیشه. اصلا بحث آزاد پیش نمیره. آقای مرقاطی چاره ولی اصلا ندار، این آقا میخوام پیاده شن. بعدم تو این نگو تحریم دیگه، ورق پاره. بحث آزاده دیگه. آقا بحث آزاد ما رو به مجلس تحریم تبدیل نکنین دیگه. برادر من با شما. خانم با منی؟ نه شما با من نیستی که. او نمیشه وسط بحث آزاد یه تیمو عوض کرد که. شما با اون تیم بودی دیگه. دیشب این همه صحبت کردیم، همه قاطی کردن. بابا اینجوری خوب نیستش که. آقای مرقاطی بابا دیگه بچه‌ها خیلی بحثمون ماسخیاری شد دیگه. یکی یه کاری بکن. بابا عزیز اکشن تو دو تا دادی بزن لااقل. عزیز من آقا یه لحظه، دوست من، ما اصلا همین الان به تک تک اینا همه رو پاره پاره میکنن. خب بابا گفتیم اکشنش کن، ندیم پاره میکنن. آقا باشیم بچه‌ها، اینجوری اگه بحثمون میخواد پیش بره تلفات میدیم. تلفات. آقا تایموت این بذارین، این ناصر شعرشو. ناصر شعر تو بخون. ناصر. دانه‌ای کاشته شد، ساقه‌ای رشد نمود، برجبارش با تو. این برجبارش با تو خیلی معنی داره. احسن، تشویقش کنین. هممون مشکلات داریم، ولی آخه این حرفایی که شما دارین میزنین حرفای قشر فرهنگ و تحصیل کرده نیست. همش میگیم پول نداریم اقتصاد، فدای تو بشم، فقط پوله، فقط اقتصاد. نه خانم، نه الان بحث اقتصادی رو مطرح نکنید. الان قرار نیست تو این سالن کسی فدای کسی بشه. الان بحث آزاده. بعدم که الان بحث پول نیست، بحث مادیاته. راست میگه دیگه، بحث مادیاته. برای من خیلی جالبه وقتی از بچه‌ها سوال کردن انقلاب چی کار کرد، هیچ بعدیشو مورد بررسی قرار ندادین. مثل زمانی که از مادر بزرگم میپرسیدم انقلاب برای چی کردیم، میگه کاباره ها رو جمع کردیم. جدی؟ مادر بزرگ شما چه این حرفی رو زده؟ واقعا عجب مادر بزرگ ضد استکباری دارین شما. کاش عوض شما ایشون تو این بحث آزاد ما شرکت میکردن. راست میگه دیگه. بیاین درباره جمع کردن کاباره ها صحبت کنیم. اصلا امام هم برای همین اومده بود دیگه. من غیر از این بود. ولی نه به نظر من بیایم دوباره کاباره ها رو پهن کنیم. قبول دارین؟ اگر قبول نداشتیم نمی اومدیم اینجا. آره درسته. ببین من پسر همون پدری هستم که منو بزرگ کرده. نه بابا، تو پسر همون پدری؟ عجب داستانی. من تا حالا فکر می‌کردم من پسر اون پدری هستم که تو بزرگش کردی. یا شاید هم تو پدر اون پسری هستی که من بزرگش کردم، یا اون پسر پدر یک پدر. بابا پاک ما رو احساساتی کردی ها.